توی این روزهایی که در فضای مجازی از رقابت استقلال و پرسپولیس، عموگورنگ و خال شادونه، سوباسا و کاکرو، شبکه هدهد و شبکه پرشینتون، مسی و رونالدو رسیدیم به رقابت زن و مرد، این بار میبینیم که این کثافتکاری‌ها داره به دنیای انیمه هم نزدیک میشه و متاسفانه تینیجرهای اینستاگرام از جمله سیگماها و دخترای 13 ساله دارن این موضوعات رو وارد انیمه هم میکنن. زمانی که تصمیم گرفتم این ویدیو رو ریکورد کنم حدوداً 1 سال و خورده پیش بود که خب از اون موقع تا الان هم خیلی چیزا فرق کردن. یعنی اون زمانی که من میخواستم این ویدیو رو بگیرم اون زمانی بود که ما پست ما دیزنی نیستیم و نمیدونم میازاکی میخواد قدرت زن رو نشون بده و دخترای ما خودشون رو پای خودشونن، اون زمان اینا رو زیاد میدیدیم تو این ولی خب الان خیلی کمتر میبینم، خدا رو شکر حداقل. ولی خب اون موقع پدیده به اسم سیگما وجود نداشت. الان سیگما اومده با همون قشر قبلی یه جوری دیگه مبارزه میکنه. حالا اون دیزنی نیستیم یه مقدار قدیمی شد و انقدر بولی شد که دیگه از اونها دیگه استفاده نمیشه. و ازتون خواهش میکنم که قبل از کامنت گذاشتن حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید، چون صحبت‌های بسیار مهمی قراره توی این ویدیو بزنم. صحبت‌های اولم راجع به اون 13 ساله‌ایه که پست ما دیزنی نیستیم میسازه و میگه که آره انیمه ها میخوان که قدرت زنا رو اینجوری نشون بدن اونجوری نشون بدن، برید گم شید سیگما های انروتیت، دخترای ما سفید برفی نیستن، سیندرلا نیستن، منتظر شاهزاده نیستن، نیازی به مرد ندارن، آره خودشون میتونن خودشون نجات بدن. و میخوام که توی 13 سالو ببرن به همون انیمه هایی که میگی، یعنی آثار میازاکی، ببینم چقدر تو حرفات صحت داره، آیا واقعا اینایی که میگی راسته یا از خودت درآوردیشون. انیمه شهر اشباح که خب زیادم روش مانور میدن، خب این انیمه چهیرو وقتی که توی اون شهر اشباح و اینا گیر کرد، به نظر خودت اگه هاکو نبود هیچ وقت میتونست از اونجا فرار کنه؟ میدونستی اگه هاکو نبود تا آخر عمرش احتمالاً اونجا گیر میافتاد و احتمالاً همیشه دیگه اونجا میموند و هیچ وقت نمیتونست از اونجا خارج بشه؟ میشه گفت یه جوری اونجا انیمه تموم میشد. و آیا اینو میدونستی؟ یعنی الان چهیرو خودش نجات داد، نیاز به هیچ پسری نداشت. البته اگه نمیدونستی هاکو پسره، منم اینو جدیداً متوجه شدم. یعنی فکر کنم یه 10 باری شهر اشباح رو دیدم ولی خب همش فکر میکردم هاکو پسر نیست. حالا بگذریم از این بحثا، اینا یه پرانتز بود که بعد میگفتم. از انیمه شهر اشباح هم که بگذریم، میخوام تو رو ببرم به قلعه متحرک هاول. این که دیگه انیمه اصلا روشه، اسمش هاول، داخل این اسمش هاول داره. میدونستی اگه هاول نبود احتمالاً اون صوفی همون اوایل انیمه اصلا شاید میمرد. یعنی اینطوری بهت میگم میمرد، نه که حالا زخمی و اینا، شاید احتمال زیاد میمرد. اگه هاول نمیمد نجاتش بده احتمالاً معلوم نبود اصلا چه اتفاقی واسش بیفته، میخواست چیکار کنه اگه هاول نبود. تویی که پست ما دیزنی نیستیم میسازی، آیا اصلا تا حالا دقت کردی به این حرفی که داری میزنی؟ این حرفی که داری میزنی و خودت هم قبول داری؟ تو اصلا مطمئنی انیمه رو دیدی، یا تویی که مثلا اونو میبینی و لایکش میکنی، شیرش میکنی، میگی میازاکی دیدی؟ میازاکی حتما حامی حقوق زنانه دیگه. نه عزیز من، تو یا انیمه ندیدی یا کلا هر چی بهت بگن و قرار باور کنی، یا از اونایی هستی که عقل تو چشمت دیگه، هر چی خوندی و قرار باور کنی بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ فکری. یعنی تو دیده باشی هم فقط میدونی این پست چرت و پرته. کی گفته آثار میازاکی دخترشون نیاز به شاهزاده ندارن و اینا؟ الان اینا که همشون داره پسرا نجاتشون میدن تو این انیمه ها. حالا من کاری به دیزنی و اینا ندارم، اونا هم یه بحث جدایی دارن که ما اینجا راجع به انیمه صحبت میکنیم. کانال انیمه است. اگه انیمه دوست دارید سابسکرایب کنید. ما فعلا کاری با دیزنی نداریم. همچنین میدونید اون آثار شونری که نگاه میکنی، مثلا انیمه ناروتو رو که ما یه بررسی بکنیم، میبینیم که خانم هیناتو و ساکورا به نظر سرگذشتشون آخرش چی شد؟ بله درست فکر کردی، هیناتو و ساکورا توی انیمه بوروتو دیگه نهایت نقششون این بود که توی آشپزخونه بودن. هیناتا که فقط واسه بوروتو غذا میپخت و بچه بزرگ میکرد، کارخونه جوجه کشی راه انداخته بود. ساکورا هم حالا هر از گاهی یه درمانی میکرد ولی خب دیگه نقش خاصی نداشت. حالا احتمالاً اون سیگمایی که الان تازه از فیلم های رایان گاسلینگ برگشته خیلی خوشحال بشه، بگه به به انیمزون چه کردی، تو دخترای 13 ساله حامی حقوق دخترا رو زدی نابود کردی. ولی خب متاسفانه یک خبر بد برات دارم، چون بخش دوم ویدیو کاملا راجع به توئه. میخوام به تو هم فشار بزنم. میدونستی مانگاکا یا همون نویسنده فول متال که انیمش بهترین انیمه مای انیمه لیست و آی ام دی بیه یک زن هستش و اونو یه زن کشیده؟ باورت میشه؟ اون موقع که فول متال نگاه میکردی و با صورتت حرکت سیگمایی واسه کاراکتراش انجام میدادی، همه اونا رو یه زن کشیده بود. میدونستی
اینو تا حالا؟ این چیزی بود که لازم بود ازش اطلاع داشته باشی. یا میدونستی یه انیمه داریم به اسم پریسفون اسکول اگه اشتباه نکنم که توش یه سری دختر میان پسرا رو به بردگی میگیرن؟ اینو آیا میدونستی تو؟ الان داشتی شادی میکردی، متاسفانه بساط شادی و خوشحالی تو به هم زدم. حالا از شوخی که بگذریم، ما متاسفانه وارد این بحث شدیم هر کاری هم بکنیم بالاخره یک سری هستن که این کثافتکاری ها رو وارد انیمه و اینا بکنن و شما درست نتونید یه انیمه ببینید و کم کم همینطور زیاد هم میشه تعدادش. ولی خب یکی از دلایلی که من انیمه ها رو دوست دارم اینه که معمولا وارد این کثافتکاری ها نمیشن. یعنی مثلا میخوام مثال بزنم، اودا مانگاکای وان پیس خیلی بهش گیر میدادن که چرا سیاه‌پوست نمیاری توی مانگا، چرا سیاه‌پوست فلان نمیکنین، در حالی که اصلا اومد توی تایم اسکیپ روبینو از سیاه کرد سفید، یعنی اصلا برعکسشون کامل عمل کرد. یعنی رسما و همه هیتایی که بهش میشد یه ایگنور زد. حالا نمیخوام بگم اودا نجات پرسته، 100% نیست، ولی خب سلیقه خودشه، دوست داره سیاه‌پوست میاره، دوست داره سفیدپوست میاره و به این چیزای چشم داشتی نداره. آقای میازاکی حالا که بیشتر انیماش کاراکتر اولشون زنه، دلیل نمیشه که با اون کثافتکاری و اون چرت و پرتایی که تو داخل پیجت میگی هم موافق باشه. هیچ وقت میازاکی نمیاد چنین تبلیغات چرت و پرتی و بخواد تو کله بقیه بکنه و تنها قصدش اینه که آثار خوب و زیبا بسازه تو بدبخت لذت ببری. اگه یک کاراکتر با کاراکتر پردازی قوی میسازه، اینکه اون جنسیتشو چی میذاره هیچ ربطی نداره که تو به افکار خودت ربطش میدی. خلاصه حرفم اینه که شما اگه محتوا سازید لطفاً ازتون خواهش میکنم یه چیزی وقتی میسازید چرت و پرت از خودتون در نیارید. نه فقط توی این چیزا، یه فکتی راجع به یه انیمه مینویسید از خودتون چرت و پرت در نیارید. اول ببینید اصلا راست هست، صحت داره، حداقل بهش نگید فکت. اگه مطمئن نیستید بهش بگید تئوری. من خودم خیلی وقتا توی تحلیل و بررسی انیمه ام در مورد یه چیزی مطمئن نیستم، نمیام بگم این فکته، میگم تئوریه، یعنی مشخص نیست، شاید واقعیت داشته باشه، یه تئوری جالبه. ولی خب متاسفانه رسانه کار خودشو میکنه، طرف هم عقلش تو چشماش هر چی دید میگه اوکی دیگه این داره راست میگه، این چون که پستش لایک بالای خورده پس حتما راست میگه. خواهش میکنم که این بحثا رو وارد انیمه نکنید. انیمه هیچ وقت توی این چیزا دخالت نداشتن و امیدوارم هم نخواهند داشت. یکی از دلایلی که انیمه رو دوست داریم همینه بچا. این سیگما بازی و مبارزاتتون رو لطفا خواهش میکنم که بنازید بیرون، بذارید که حداقل از این انیمهمون درست لذت ببریم. و اگه محتوای انیمه علاقه دارید حتما کانال منم سابسکرایب کنید، ویدیوهامو یه سر بزنید اگه دوست داشتید کانالمو سابسکرایب کنید و امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.